از گرمای هوا براتون نگم که به شدت دما زیاد و خیلی هم هوا گرمه. باز با این حال اومدم تو این بازار بگردم ببینم چه وسایلی میتونم سیو کنم که هم حال شما رو خوب کنه و هم خاطراتی براتون زنده کنه دیگه. پس همراه باشید با من توی ادامه ویدیو. یه روز میدونم یه سماور زغالی زیبا و همراه مارک روسیش هلوش قاجار تا اوایل پهلوی ساخته شده بوده. خیلی زیبا. شرایط نحوه کار این دستگاه اینجوری بوده که بالا توش زغال میریختی میاد پایین، آب داخلش رو به جوش می آورده، با استفاده از آبش هم چایی در می آوردن که عجب چایی زغالی خفنی میشده. این دستگاه بسیار زیبا و خاطر انگیز برای خیلی همون. این دستگاه که از عجیب ترین دستگاه های کنسول‌های بازیه. دستگاه ریل پاناسونیکه. یکی از عجیب ترین دستگاه تو زمان خودش بودش. موقعی که این دستگاه رو انتشار دادن قیمتش از PS5 و الان هم گرونتر بوده. تو سال 1970 دادن بیرون ولی قیمتش اون موقع حدودای PS5 الانی بوده و این خیلی قیمت بالا بابت یه کنسول بازی بوده. به دلیل قیمت بالا این کنسول توی دنیا مطرح نشد، تو ایران هم نیومد. به جای CD داره. CD رو میزنن داخل اینجا، با استفاده از کنترل اینجا وصل میکنن و پورت‌های مختلفی هم که میبینید داره. حاضر برای مردن، حاضر برای مردن. یه روز میدونم بی خبر آدم پیشرفت تکنولوژی رو وقتی مسئله رو ببینه درک میکنه. او توی زغالی محصول قاجاری، حالا دقیق نمیدونم مال قاجاری یا پهلویه ولی خیلی قدیمیه این وسیله و اینجوری بوده که اینجاشو باز میکردن، بستن میزن بالا، زغال رو قرار میدن اینجا، این در میبستن، این در میبستن، با این اتو میکردن میرفتن سر قراراش. تو زمان خودش هم چیزی نبوده که همه داشته باشه، فقط افراد خیلی خاص و اعیان نشین به اصطلاح میگن داشتن. شما ببینید از این لذت ببرید. عاشقان تیوی گیم بیاید اینجا این چی پیدا کردم. یه دستگاه تیوی گیم تلکامپیوتر زرد رنگ قشنگ، خیلی کراش و جذابه، من خیلی حال کردم باهاش. دو تا دسته داره، دسته اینجوری پیشمیشی داره و دو نفره میتونستی باهاش بازی کنی. بازی خیلی ساده‌ای هم داشته، دو تا خط بوده، یه نقطه بوده. من میتونستی خیلی بازی‌ها تو این سبک بازی انجام بدی. برای مثلا میتونستی با همین فوتبال بازی کنی، تنیس بازی کنی و خیلی بازی دیگه با این دستگاه انجام بدی. دستگاه خیلی ساده‌ایه و به احتمال خیلی زیاد آمریکایی باشه، روش ننوشته ولی مدلش آمریکاییه. عشقم رو تنه خسته تو میباره، تاق گل بنفش من سر راهت میبندم، پیرهن صورتی رو تو تن تو میپسندم. یه روز میدونم یه داستان پشت این دستگاهه. دستگاه پخش کننده فیلم VHS که به اصطلاح بهش ویدیو هم تو ایران میگفتن، یکی از عجیب ترین دستگاه و پرحاشیه ترین دستگاه تو زمان خودش بوده. یه زمانی حمل و نگهداری این دستگاه جرم محسوب میشده و اگر این دستگاه رو داشتی و یه وقت پلیسی یا کمیته اون زمان میدیده میگرفتت به فنا میرفتی و دیگه خدا بعد نجاتت میداده. خدا رو شکر که دیگه داشتن این دستگاه آزاد شده و جرم محسوب نمیشه. البته که خیلیاتون با دیدن فیلم‌های مثل شعله، فیلم‌های هندی، فیلم‌های اکشن قدیم با این دستگاه خاطره دارید. یه دستگاه پلیر VHS هم هستش، نوارهای VHS رو میخوره که مارک سونی هم هستش دیگه. و به خاطر این داستان قشنگی که پشت این دستگاهه هر کسی این دستگاه رو نمیتونه داشته باشه. این رو داشته باشه. آتاری 2600 رنگین کمانی خط بلند، دقیقاً اسم کاملش که توی ایران معروف شده بهتون بگم. یه دستگاه بازی بوده، هولوش دهه‌های 50 60 و عمدتاً خیلی چیز جذابی بوده تو اون زمان دوره خودش. این سری از دستگاه حافظه داخلی نداشته و فقط با کارتریج مخصوص خودش که این شکلی بوده استفاده می‌شده. کارتریج رو تو اینجا قرار میدادن، از پشت دو تا دسته گوشکوبی، قایقی یا خلبانی که مدل‌های مختلفی رو داشته رو قرار میدادن و با استفاده از سیم RF وصلش می‌کردن به تلویزیون و می‌تونستن ساعت‌ها سرگرم بشن. درسته بازی ساده‌ای رو داشته ولی تو زمان خودش بهترین بازی‌ها بوده. یکی از جذاب‌ترین و خاطر انگیزترین کنسول‌های دنیا. باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو
ناشنا میشه ناشنا میشه. خب بریم دستگاه رو بلند کنیم اول. یا خدا چقدر سنگینه، اصلا انتظار این حجم سنگینی نداشتم. دستش نمیذاریم بزنیم که به بلندش نکنیم. این دستگاه ماشین تایپ قدیمی و خیلی کهنسالیه، مارک المپیا، اینم لوگوی شرکتشه. یه شرکت آلمانیه. من حقیقتا از تاریخ دقیقش اطلاع ندارم. وضعیتش هم دیگه به هر حال خیلی کار کرده دیگه، زیاد مطلوب نیست. همونجوری که کلیدر می‌زدی اینجا دکمه بالا فشار میداده روی کاغذ و اون کلمه تایپ میشد و کاغذ همینجوری رد می‌کردید. یه دستگاه خیلی سنگین دیگه، خیلی خاطر انگیز و کهنسال که قبلا هم برای نوشتن نامه ازش استفاده می‌کردن. خیلی جذاب. سر زده از راه میرسی جون خسته از بیدار شب، با صبح فردا میرسی با صبح فردا میرسی. وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه، صاحب خونه پیش تو ناشنا. شبیه آیپاد البته اونا بر پخش کردن آهنگ جان هم باتری میخورد، هم آداپتور میخورد، هم سوکت هنسفری.